دوستان خیلی ساده میخوام چند تا از دزدی‌های سیستماتیک رایج در مملکتمون رو واسهتون شرح بدم. برنامه اسنپ رو باز میکنیم، وارد قسمت سیستم اعتباری اسنپ میشیم. بعد از اینکه سیستم اعتباری اسنپ رو باز کنیم، بر اساس میزان فعالیتی که داشتین یا نداشتین برای شما موجودی در نظر گرفته شده که این موجودی بیشتر وسوسه کننده است تا اینکه شما بتونید خرید قسطی انجام بدید و در 4 ماه پرداخت داشته باشین. همینجور که میبینید قیمت‌های مختلف اینجا هست و امروز که بلک فرایدی هست من میخوام چند تا نمونه واسهتون تشریح کنم که ببینید آیا قیمت‌ها واقعی هستن یا نه. مثلا من دنبال یه دونه ساعت هوشمند هستم، ساعتی که علاقه دارم بگیرم. اگر پیدا بکنم اینجا مثلا یه نمونه، فرق نمیکنه هر چیزی، فقط حالت‌های مختلف میخوام مد نظر قرار بگیره که بتونیم بهتر پیش بریم. اینجا قیمت‌های مختلف رو می‌بینیم و قیمت‌های قسطی رو زده که البته هیچ کدوم از اینها در واقعیت به سود خریدار نخواهد بود. مثلا بریم خرید ساعت، یک دونه ساعت مثلا اگر پیدا بکنیم. خب ساعت هوشمند یه ساعت هوشمند من پیدا کردم، شیائومی برند میرو که انتقال میده به اون سایتی که فروشنده هست. از اسنپ اعتباری انتقال داده میشه به اون سایت و در این سایت شما میبینید قیمت این ساعت رو در واقع گذاشته 1,264,000 تومان، بعد تخفیف زده شده 1,88,000 تومان که این رو شما وقتی بزنید و افزودن به خرید رو بزنید میره تو سیستم پرداخت. حالا هم ما همین ساعت رو چک میکنیم ببینیم در سایت های مختلف قیمت همین ساعت چند هست. خیلی ساده، یه وب سرچ میریم همون ساعت مثلا در دیجیکالا قیمت رو ببینیم. یک نمونه دیجیکالا باز شد، همون ساعت الان در دیجیکالا 1,012,000 تومانه که شما اینجا باید بخرید 1,088,000. دوباره سرچ میکنیم، دیجیکالا رو ولش کنید، بریم یه قسمت دیگه، دوباره وب سرچ میریم، بریم تکنولایف ببینیم چند میده. تکنولایف همین ساعت رو داره میده 879,000 تومان. میریم عقب، دوباره میریم تورپ، قیمت های مختلف رو بررسی کنیم. توی قیمت های مختلف قیمت این ساعت از 879,000 تومان هست. 1,050,000 879 929 944 950. پس شما میتونید ببینید که قیمت این ساعت در واقع در بازار واقعی کمتر از این چیزی است که اینا حتی با تخفیف زدن و این واقعا خجالت آوره. حالا سایت های دیگه هم هست من بخوام واسهتون بررسی کنم. فعلا بریم تو اپلیکیشن سرویس اعتباری، یک محصول دیگه هم واسهتون انتخاب کنم. ساعت بریم دستبند و این دستبند هوشمند شیائومی رو ببینیم. دوباره انتقال داد به سایت موبایل اکسپرس. البته دقت کنید که شما هر فروشگاهی میتونه درخواست عضویت در سامانه خرید اعتباری اسنپ پی رو بده. وقتی که این درخواست رو داد اونها تعیین میکنن که ما از هر فروش شما اینقدر درصد سود میخوایم. آیا شما میتونید قیمت ها رو طوری تنظیم کنید که سود رو هم به ما بدین و تمام فروشگاه ها قیمت ها رو طوری تنظیم میکنن که علاوه بر این که خودشون سود کنن یک سود هم از فروش به اسنپ پی پرداخت بشه که این رو خیلی از دوستان نمیدونن. این ساعت رو 2,479 زده، الان با تخفیف شده 2,338. حالا ما همین رو چک میکنیم ببینیم الان قیمت این در بازار چند هست. دیگه دیجیکالا تکنولایف اینا رو نمیریم یا یک راست میریم سر تورو. 1,399,000 تومان الان قیمت این ساعت هست. 1,500,000 هست، 1,300,000 هست، 1,400,000 هست. خب ما اینجا گرفتیم چند، دیدیم چند بود در اون سایت.
2,338,000 تومان. باور نکردنیه. یک بار دیگه من واسهتون چک میکنم. دوباره قیمت رو ببینید. اول بریم تو دیجیکالا ببینیم همین ساعت رو با همون عکس. توی دیجیکالا همین ساعت قیمت 1,619,000 تومان. بریم تکنولایف ببینیم. همین ساعت 1,499,000. اگر این تخفیف رو بردارن تازه میشه 2,350 که ارزون تر از قیمت تخفیف خورده اون ساعت هست. یک بار دیگه ببینید. اصلا باور نکردنی این قیمت. 2,338,000 تومان. شما باورتون میشه؟ پس خیلی مراقب باشین. گول این سایت ها و اعتباری ها و این چیزها رو نخورین. پس قبل از اینکه خرید کنید حتما مقایسه قیمت داشته باشین. دیگه باقی مطالب مشخصه. شما کافیه بدونید که چجوری باید این قیمت ها رو بررسی کنید. خیلی خوشحالم که با من همراه هستین. کانال رو فالو کنید. من اطلاعات بهتری رو و دقیق تری رو خدمتتون عرض میکنم.